سلام بچه، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من ارمیا هستم. خوش آمدید به اولین ویدیو کانال ارمیا. قبل ویدیو لطفا فالو کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و و کانال ما رو به همه دوستان معرفی کنین. حساب لیتس گو بچه. این یه بازی به نام بازی بومسکوات. این بازی که بازی های مثل همون کالاف خودم یا ماینکرافت که حالا همین بازی ها میذارن دیگه، رولپلی اینا میذاریم. کانال قرار در مورد بازی باشه، کنن گیم و شارژ اینا میذاریم. پیش به جلو میریم. خب اولا که ما باید وقتی وارد سرور میشین یه دو تا قسمت داره. شما این داخل این قسمت و چیز و اینا میسازیم. وسیله اینا هر چی که فرض کنیم میسازی، یعنی کانت بازی میسازی و اینجا اسم و اینا و ویراش اسکین اینا میتونی چیز کنی. حالا اینو بیخیال. این قسمت هم مال شبکه دوستانه که تو میتونی بری آنلاین با کل سرورها بازی کنی، یعنی عربستان و عراق و اینا. حالا بازی چجوریه؟ حالا بذار من برم داخل سرور ایران. اگه بیان خدا رو شکر. این بازی از این قرار است. اینجا که میبینیم قسمت مال حرکتشه، پرش و گرفتن. الان تو بگین وای چقدر مسخره بازی، خیلی به درد نخور و نمیدانم چرت اینا. آره معمولا همیشه همین میگه. کسایی که بار اول بازی میکردن میگن خیلی بد، بعد از چند وقت بزنید عاشق بازی. چیا علتی داره؟ یک، داخل بازی محدودیت نداره، فقط شما با اینترنت دارید و به جای آنتن نیاز دارید. هیچ محدودیت نداره، هر اسم میتونید برای خود بذارید. به فارسی انگلیسی ایرانی ها جمعیتشون بازی بیشتر، زیاده. قسمت آفلاین داره، قسمت با دوستان داره و خیلی چیزای دیگه داره. شاید بگم چیزایی که داره چیزاش یعنی مجموع چیزای خوبی که داره از فکر کنم تعداد بازه، شاید بگم از ماینکرافت هم با تعداد چیزای خوبش هم ماینکرافت بهتر بوده. با اینکه اولین ویدیو من، ولی چیزم از حالا این بیخیال شیم. این گروه اینم که ببینید از آیسین دختره، این صاحب سرورم هست. همه سرورا من بلد نیستم. بازی انجام بدی یا از مثلا کسی کنار نشستی از کلا بازی نکن. چرا؟ چون اینکه کلا بعضی که فشار میشن فوش میان داخل سرور و جمع بازی ندارن. خب بخاطر همین میگم اگه تونستی کنار خانواده بازی نکن. مثلا من این طرف بودنم قول میدم 100 میگید مرض داری چرا بزن کنم نگاه کن هر چه درش دنگل داریم. ولی یکی دو دست میگیم آموزش بود. لایک بخوره، حداقل این ویدیو 10 تا لایک بخوره من دوباره ویدیو پارت بعدیش میزنم، ولی پارت بعدی با صدای بهتر و آره چیزایی داخل. بچه ما بعدشون مدارس هم فکر نکنم برسیم ویدیو بذاریم، یعنی کنم تو کل مدارس ما ویدیو نتونیم بذاریم.
شخصیت همون آدم من من گوش نده کارا غیر من بازی هم لگ شد دوستتون دارم شدید به مدت مدید خدا ول کنیم کلا این اصل بازی بود حالا نمیدونم اگه خوشون میاد یا نه خودم هم بیاین داخل گوگل یا یوتیوب هم هست میتونیم آموزش ایناشون ببینین آره دیگه بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه یادتون نره فالو کامنت سابسکرایب یادتون نداره کانال ما هم به دوستاتون نشان بدین تا یه ویدیو دیگه گوز بای